نقشه راه توسعه همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان عملی می شود. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با سریک جومنگارین معاون نخست وزیر قزاقستان و هیئت همراه او دیدار کرد. این دیدار امروز اول سور 1404 خورشیدی در قصر گلخانه ارگ برگزار شد. در این دیدار دو طرف روی گسترش همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف اقتصادی گفتگو کردند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت که افغانستان با قزاقستان مشترکات اساسی دارد که در طول تاریخ تاثیرات بسیار مثبتی بر روابط تجارتی میان دو کشور گذاشته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. محترم ملا صاحب افزود که از زمان حاکمیت امارت اسلامی روابط تجارتی میان دو کشور روز به روز در حال توسعه و تقویت میباشد. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند گفت که افغانستان عزم قوی برای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی با قزاقستان و سایر کشورهای منطقه دارد و به همین منظور در این اواخر مسوده نقشه راه را برای افزایش حجم تجارت میان کابل و آستانه به 3 میلیارد دلار امضا کرده است. به گفته معاون اقتصادی ریاست الوزراء با تطبیق این نقشه راه در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تجارت، زراعت، استخراج معادن، ترانسپورت، ترانزیت، خط آهن و صنعت تغییرات چشمگیری به میان خواهد آمد و سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها افزایش خواهد یافت. محترم ملا صاحب افزود که امارت اسلامی آماده است فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان را با قزاقستان شریک نموده و در زمینه حفظ و قرنطینه محصولات زراعتی و مالداری موافقتنامه‌هایی را به امضا برسانند. همچنان معاون اقتصادی ریاست الوزراء بر گسترش روابط بانکی میان دو کشور و همکاری‌های مشترک در توسعه و اکتشاف ساحات نفتی افغانستان تاکید ورزید. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند اضافه نمود که امارت اسلامی برای افزایش حجم واردات و صادرات کشور از طریق خط آهن کار روی تأسیس شرکت عملیاتی را آغاز کرده که به زودی به قزاقستان معرفی خواهد شد. به گفته او با این کار امور تجارتی میان کشورهای منطقه از طریق خط آهن بیشتر سرعت خواهد گرفت. معاون اقتصادی ریاست الوزراء خاطر نشان ساخت که افغانستان متعهد به همکاری در بخش‌های صنعتی، تجارتی و ترانسپورتی با کشورهای منطقه است. در این زمینه امارت اسلامی مسوده موافقتنامه مرکز واحد 4 کشور که افغانستان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان عضویت آن را دارد ترتیب داده و با طرف قزاقستانی شریک ساخته است. محترم ملا صاحب همچنان بر آغاز پروازها میان کابل و آستانه، ایجاد تسهیلات در زمینه صدور ویزا به تاجران افغان و سهامگیری فعال افغانستان در مجمع اقتصادی مشترک کشورهای منطقه تاکید کرد. سپس سریک جومنگارین معاون نخست وزیر قزاقستان گفت که قزاقستان از افغانستان مستقل و پیشرفته حمایت می‌کند و متوجه است که در افغانستان در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری صورت می‌گیرد. جومنگارین افزود که بر اساس همین پیشرفت‌ها روابط اقتصادی و تجارتی میان قزاقستان و افغانستان گسترش یافته است. وی گفت که قزاقستان برای آغاز کار عملی فاز تورغوندی هرات پروژه خط آهن تورغوندی هرات اسپنبولدک 500 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند و آماده است برای پیشبرد امور این پروژه در هرات شرکت لوجستیکی و ترانسپورتی را ایجاد کند. معاون نخست وزیر قزاقستان افزود که قزاقستان در کنار این پروژه با پروژه تمدید لین اینترنت نیز آمادگی دارد که به اساس آن اینترنت به قیمت ارزان به افغانستان عرضه خواهد شد. جومنگارین گفت که سرمایه گذاران قزاقستانی آماده اند تا در بخش‌های مختلف و خصوص در معادن، نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کنند و تیم‌های تکنیکی آنها نیز به کابل آمدند. در این دیدار جانب قزاقستانی آمادگی خود را برای صدور ویزا به تاجران افغان، آغاز پروازها میان دو کشور، همکاری‌های بانکی، گسترش ترانزیت و تجارت دو جانبه و همچنین همکاری‌های مشترک در بخش‌های صحت و معارف اعلام کرد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری قزاقستان در پروژه یاد شده خط آهن، تأسیس شرکت لوجستیکی و ترانسپورتی و همچنین از آمادگی سرمایه‌گذاران قزاقستانی در بخش‌های مختلف استقبال کرد و اطمینان داد که امارت اسلامی در همه زمینه‌ها آماده همکاری میباشد.